عباس عباس بله بیا اینجا بده چی مایی بابا؟ میگم خود من خبر دارم که صاحب پسو موتر خیلی نیت داره بار کنه خب بره با قسط بره هم لیسانس به خوبه گرفته؟ گله؟ او نه بخی اینجا نش چیکار کنم؟ بخی می 2000 پیلو ببره که بده دست ده که بره لیسانس بگیری بخی بده زودی گو لیسانس بگی اوه که لیسانس با فایده داره میشه یک جای چشه بده من با چهارم مگه ما بخورم دیگه هم آدم بخوره بگو همین مردم هم گوشی چی خاطر به کسی خو میکنن؟ به خاطر که مرتب مادر زنگ زنه پیار زنگ زنه خب آفرین نسبت زنگ زنه کو گوشی تو؟ به خونه خمیشه اول که گوشی چی خاطر خریدی؟ دومی که چی به کسی خو نمیکنی؟ و کیسه ما براره کیسه ندارم من نه خو میگم کیسه ما بریزک میگه نخ پیدا نمیشه خود چه رختا دیگه چه رختا آنه مبارک باشه خود چه رختا دیگه خوب اخونه میکنی؟ نشوه سیکو بابا گفته برو به خود لیسانس بگی کچره که با غیس میره متاخ و با غیس میره سرش چارز نمیایی یک دن خدا نخواسته تکرتکوری میکنه لیسانس به درد هم میخوره خوب من لیسانس برای خیرات بدن لیسانس هم مفته خواه میدن پول آورده آنه پول اشته میبری بخور کسی تا کپاره اگه گوشنشون خرج میکنم یک ریپی خرج نکنی خوبه؟ چنده؟ آنه 2000 2000 ها به کسی خو نکنی که میفتکه نه کیسه دارم من اوش که پولاتو نفته که 2000 نمیفته یک دنگ دستمال پینک تو نفته که ما میرم خوبه؟ نه من برو با اونجا نرم سوی کومه خب برو خوبه ما میرم با جنار سر کنم تو برو لیسانس بگیر خوبه؟ خب برو دیگه برو به ترافیک دیگه با خدا گوشتشو عباس خرج میکنم من با بابا میگفته که اگه گوشتشو گیله خرج میکنه اونا پولا لیسانس تا خرج نکن تا سر نشو من نمیام اونا مال من ری میکنم یک روز من خودم به چه همسایه برفتم میگم بچه برو به اسکیپ کو خور یک روز میگم برو به شفاخانی که میبینم یک روز برو به شفاخانی کی ماما بله یک لیسانسی به ما بدین کو عرضی شما بله کو عرضی شما عرضی شما نوشته کردیم خو عرضی ما بله عرضه کجا نوشته کنم ما نه بیرون از ترافیک بریم عرضه نوشته کنیم مشخصات تذکره خوران کلا هم بزنیم با بیایم اینجا که با شما رای میکنم شما مر میکنم رای میکنم شما به شفاخونه بیایم لالا عریضه داریم بیایم بله عریضه داریم بیایم که نوشته کنم بشتنیم لالا خوبه خیلیته خب لالا عریضه برای چی می؟ لیسانس خب برای لیسانس بسیار خوب اسم تو چیه لالا؟ نام شریف شما بله نام شریف خور بگین لیسانس خب شما لیسانس ما این بگیریم نام شریف خور بگین که اینجا نوشته کنم برو خود من متر خب میفهمم خود شما نه خود پیار من شریکیم سکنیم لالا من نگفتم که شما شریکیم یا نیم چه کاره همین نام شریف خور بگین که من اینجا نوشته کنم اسم خو ولد خور بگین دیگه لالا چی بگم اسم خور بگیم چیه لالا جون اسم شما اسممه اسم شما رو به خونه چی صدا میکنم لالا پیار ما بابا جون میگم مادرم ننه جو با مکتب که میرفتین چی صدا میکردم به کجا با مکتب نه خنده نداره لالا مسجد به 3 روز رفتم
به مکتب هم نرفتیم مزیری نگرفتم از شما والله هم که تو عریضه می هم اسم خود میگی یا نه؟ اسم من؟ اسم تو بله خب اسم من بگی لک ولد پیار من گیلک خب از سرامو گیلک ولده؟ پیار من اسم پیار تو چیه؟ اسم گیلک ولد پیار من خب اسم پیار منه دیگه تو که گیلک نوم داری پیار تو چی نوم داره؟ خب من همیتا میگم او گیلک ولد پیار من لالا تو گی چی ما چون تو مغز سر تو خرابه اسم پیار خب اگه مغز سر چی چرا پیش چی بیمدین اونا که بخورم روم خال مفته تاج مفته که سکو لالا جو تو بیخی سر مار به در جدی مر گیچ کدی امی اسم خود خور که بگفتی امی اسم پیار خود خب میگم به اسم من گیلک ولد پیار من از کجا هستی لالا؟ من کوچی سرا خب نه از اصلیت خو از کجایی؟ خب من چینه ای کنی دیگه اینا مال چین باشه لالا تو بیخی مغز سر مار پوچ کدی تو یعنی میگم از کدوم منطقه ای تو؟ ایتو بودو سمسه واضح بگم منطقه سرا خب خب هم میگی ما از سرا خونیم هم از کوچه کنی خب من نمیفهمم مرتقک برای تو بیش مرتقک ترفی گفتک برو نمیشته کن لالا می تذکری خوب بدی تو تذکری خوب بدی تو که من سمسه به تو بگم که کجایی تو بده تذکری خوب چی بودم؟ تذکری خوب تذکره داری یا نه؟ من بی تذکره یم نال خدا بیتر لالا وخی لالا وخی تو اصلا دل تو نمایه که تو عریضه نوشته کنن توی از هیچ چی آگاه نی بمیدی به میگی شما لالا تذکره نمایه تذکره نمایه خب تو بگو تو برو خب کوچی سرامو کوچی سرا شما لالا اوت برای من نگوی حال برای ما واضح بگو که از کجایی میفهم که کوچی سرا خونی ما کوچی سرا خونم تمام همیشه ها کوچی زقی و زاغمت کوچی زقی و زاغمت انوی حال برای ما بگو آفرین کوچه زاغی زاغی نه زقی زاغمت هر دو برا لالا من پیشون کوچه گنبست هر دو برا لالا من میشه درسته اونا رو نمایی که تو بگی من همه صاحب مهمه که تو از کجا هستی خب شماره تذکری تو چنده؟ تذکره نه من بی تذکری هم تو پسیشه را میری؟ خب بالا کوشا خورا میرم یار سخت گیر کردیم خودش چی نوشته یا ماما؟ ها؟ اینایی که نوشته نمیکنم باز اینا به تو مربوط نمیشه خب؟ دیگه خب ایزبا شما نه ماما؟ امضای خب اینجا ریپه میشه بابا شریطه میکنی لالا؟ خب دو روز مفتقک با 60 کن خب من از تو بپرسیدم که تو همی کارو بکنه 60 نکنم 60 نکنم نه تیاره نمایی که تو 60 کنی اینجا ریپه میشه نه کلالا خراب کردی ورقه همین ورقه تو ببری چی رقم ما واجبار دفتر به چیز شوی بغل دستیم و که مدیر سا امضا کنم با بیایم پیش به بچه خاله جان الله ببخش مدار من خواهش میکنم برفت ما گفتم برو خون بگیرک من خون کیر بگیرم از کجا خون بیارم من مثلا مریضی لالا جگر نه خب اگه مریض نی بری خون بره چی کار می تو ما پیال مرای کردن که برو بخو ما موتر چیز داریم موتر چیزه فلان کوچی خب انا برفتم به ترافیک ما به خود چیز بگیرن لیسانس بگیرن گفتم برو خون بگیر بیار خب پس تو می لیسانس بگیری گروپ خون تو گفتم چی ها خود تو گروپ خون خود نمیفهمی که چیه گروپ خون مثلا چیه گروپ خون دیگه چیزی که هست که مثلا اگه هر کسی که اسکیپ میکنم وکسین خط جداگانیه گروپ خون دیگه چیزیه فهمیدی گروپ خون به معنی از اینه که وقتی می به کس ماسی از فامیلا شما خون می بدی یا مثلا خون آها پارسال من بدن پارسالا نه پرارسالا خب
رو به خیالم نمشته HOEP مرغ. مرغ HOEP مرغ. او تنیه برارمه. شاید مثلا اوارج مثبت باشه، شاید اوارج منفی باشه. وارج نداریم ما، وارج نداریم. اون مرتکب تو گفتم. تو برو همون جیبمو آزمایشگاه. و کجا؟ آزمایشگاه. فهمیدی؟ برو با آزمایشگاه همون برگه خورانوار دار ببرد. بعد از بگم من گروه بخون خو معلوم کنم. همونجا تست تو میگیره از تو که هر رنگ تو بفهمی ان گروه بخون خو بفهمی بازم اگه همونجا تست بدی که مثلا همون گروه بخون تو نوشته کنه. با گروه بخون تو به تو میگه چی بچه. شفاخانه های؟ شفاخانه حیوانات برم. چه شفاخانه حیوانات برم؟ کجا برم؟ آزمایشگاه برو شفاخانه آزمایشگاه. درست.